لحظه‌ای که قلب یک کمدین میسته، دنیا براش چه شکلی میشه؟ مهران غفوریان از ترسناکترین تجربه زندگیش، لحظه مرگ و بازگشت به زندگی، پرده برداشت. اما این تنها راز ناگفته او نبود. بعد از یک برنامه تلویزیونی جنجالی، موجی از انتقاد و هجمه مجازی به سمتش سرازیر شد. حالا غفوریان برای اولین بار با صدایی عصبانی و در عین حال دردمند درباره آنچه بر سر خود و خانواده‌اش آمده حرف می‌زند. از عذرخواهی صادقانه تا واکنش به حملات بیرحمانه. غفوریان لحظه سکته قلبی را اینگونه روایت می‌کند: در آمبولانس وقتی راننده گفت حسین رفت، صدا و تصویر برایم جمع شد و من رفتم. من لحظه مردنم را فهمیدم. اعتراف می‌کند که از مرگ عین سگ می‌ترسم، حسی که اون را به مراقبت بیشتر از سلامتی واداشته. اما نقطه اوج تنش بعد از پخش آن برنامه تلویزیونی تاریخی بود. غفوریان صادقانه میگوید: از مردم به خاطر آن برنامه معذرت میخواهم. ما باعث ناراحتی مردم شدیم و این اشتباه بود. اون تاکید میکنه: من شخصاً عذرخواهی میکنم. اگرچه در بخش‌های حساس برنامه نبودم و شاید متوجه نشدم، ولی حضور در آن برنامه کافی بود که مسئولیت بپذیرم. معذرت من از ته دل است. اما آنچه بعد از عذرخواهی رخ داد از نظر او خارج از انسانیت بود. با عصبانیت کنترل شده میگوید: به من بد میگویید، به من فحش میدهید، اما با بچه 7 ساله هم چی کار دارید؟ توهین به یک کودک چه توجیهی داره؟ غفوریان معتقد بخشی از این حملات سازمان یافته است، یک جریانی راه افتاده و عده‌ای برای پول یا تخریب دنبال آن میافتند. از ویدیوهای جعلی درباره مادرم تا ادعای دروغین درباره پدرم، همه اینها حساب شده است. با این حال او در نهایت درخواست عقلانیت می‌کند. مردم ما شریف هستند. من 50 سال است با این مردم زندگی می‌کنم. می‌دانم قلبشان پاک است. فقط باید مراقب باشیم. گول آنهایی را نخوریم که می‌خواهند تفرقه بیاندازند. در میان این همه حاشیه، غفوریان همچنان نگران آینده هنر است. با تأسف میگوید: کمدین جدید نداریم و تنها از نیما شعبان نژاد به عنوان استثنا یاد می‌کند، کسی که هم بامزه است و هم اخلاق مدار. صحبت‌های غفوریان بیش از هر چیز تصویری انسانی از یک چهره شناخته شده ارائه می‌دهد. انسانی که می‌ترسد، عصبانی می‌شود، عذرخواهی می‌کند و در عین حال نگران آینده حرفه‌ای است که عمرش را برای آن گذاشته. کدوم بخش صحبت‌های غفوریان برای شما جالب‌تر بود؟ تجربه نزدیک به مرگ، عذرخواهی صادقانه‌اش یا واکنشش به هجمه‌های مجازی؟ نظرتون رو با ما در میون بذارید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت فراموش نشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.